نظری صاحب طبق که میبینه بله. اینجا عملیات خانه ماست. بله. کسی اجازه درآمد اینجا ندارن، فقط اون بخشای مربوطه بسیار خوب. که خب اینجا هم ما هستن. شما دیگه به خاطر از اینکه برای هموطنان یک معلومات کلی شو. السلام علیکم. السلام علیکم. دکتر صاحب خوب هستین؟ سلامت. بیاین خیلی طرف سنجر صاحب که صحبت داشته باشیم با دکتر صاحب. خب این کدام بخش است بگو؟ اینجا که است بخش عملیات خانه ماست. بله. دکتر صاحب برگه قرق اپراتسیya bo'ladi. Bu yerda asosan abdominal, ya'ni qorin bo'shlig'i operatsiyalari va ko'krak qafas operatsiyalari o'tkaziladi. Operatsiyalar o'tkazish uchun hamma shart-sharoitlar jahon standartiga mos keladigan, jahon standartida hozirda ishlatilib kelayotgan hamma apparaturalarimiz yetarli va bor. O'sha jahon standarti asosida amaliyotlar ham o'tkazilinadi. چی میگن؟ اینجا میگن بخش داخله و شو امی چیزا اینجا عملیات میشه که در استاندارد جهانی هر نوع عملیات باشه در اینجا اجرات میشه. بسیار. بگو اکثرا کدام مریضا زیادتر بر شما مراجعه میکنن به خاطر عملیات؟ ko'proq qanaqa kasallar operatsiyaga keladi? Bu yerda qorin bo'shlig'i operatsiyalari, ichakda muammosi bo'lgan insonlarda, oshqozonda va qorin bo'shlig'idagi har qanday operatsiyalar, hattoki ko'krak qafasidagi o'pka, yurak va shunga o'xshagan amaliyotlar hammasi shu paytgacha bo'lib keldi. نظری صاحب دکتر صاحب میگن اینجا به خاطر معده روده به خاطر داخله زیاد اینجا به خاطر عملیات میاد. عملیات های داخلی دیگه. بله. مثلا بعضی اپندیکس میشن، بعضی مریضی دیگه که در داخل بطن می داشته باشن عملیاتشان همینجا صورت میگیره. خب بگو برخورد شما چگونه است با مریضا افغانایی که اینجا میاین؟ آیا کسایی که با شما هستن اینجا ترجمه میکنن هم گپ افهام تفهیمشان میشه نمیشه؟ qanaqa kasallar ki berga keladi operatsiya bo'yicha sizlardan rozimi, qanaqa sizlar uni yaxshi raviya qilasizlarmi, yaxshi rozimi? کسایی بگو قبلا هم عملیات شده نتیجه خوب نگرفته پیش شما مراجعه کردن دوباره جای دیگه عملیات کرده باشه. Afg'onistonga yo Hind yo Pokiston bu yoqlarga operatsiya bo'lgan kasallar berga kelib yana operatsiya bo'lganmi? Albatta bo'ldi. Juda ko'p bo'ldi. Juda ko'p marotaba bo'ldi. Hammalari juda xursand bo'lib, minnatdorchilik bilan sog'ayib chiqib ketishdi hammasi. Hammaga ishon بسیار خوشحال بودن، تشکری فراوان کرده از اینجا برآمدن. جناب دکتر صاحب روزانه چند مریض شما اینجا عملیات میکنن؟ Kuniga nechta operatsiya bo'ladi? Kuniga Toshikcha o'zi aytsangiz. یک روزda 2 یا 3 باره مریضا عملیات اینجا میشد. بسیارتر از دکتری پروستاتی اپراتسی پروستاتی میشد بسیارتر. کسایی پروستات از زیادتر عملیات میشد. بعد که شو قارن bo'shlig'idagilar keyin ginekologiya ya'ni nisoy avloddagi bemorlardan operatsiyalar ko'p bo'lyapti shu yerda. بخش نسایی اولادی ما هم زیاد عملیات شده رایسته میگن، بخش مو داخله ما هم زیاد عملیات شده. خب در بخش نسایی اولادی با دکترای خانم‌ها هستن؟ بله دکترای خانم‌ها هستن. دکتر خانم‌ها هستن. بله. خب باز اونا عملیات انجام میدن. بله اونا عملیات انجام میدن. برای مردم بگو چی پیام دارین؟ مردم کنه aytiligingiz bor deya. Kasallarga. Kasallarga birinchi navbatda o'z sog'liqlariga befarq bo'lmasliklari. Ikkinchi navbatda shu bu yerga kelganlaridan keyin o'sha doktorlarning tomonidan berilayotgan tavsiyalarni hammasiga qat'iy amal qilishlari. Uchinchisi shu hamma doktorlar aytganini qilib o'zlarining sog'liqlariga befarq bo'lmasliklari. یعنی اینا میگن مریضایی که میایم دوایی که دکتر صاحب میده مشوراتی که میده نادیده نگیرن. نظر دمونا پیش برن و به صحت خودشان توجه داشته باشن، بی‌فرق نباشن. خب چیزی که هدایت دکتر از باید رو عملی کنن. به خاطر از اینکه بعضی افغانای ما هستن میگم دکتر صاحب میگه پرهیز کوی چیزا نخو باز وا میخورن باز ملامت دکتر میشه. به خاطر از اینکه همون توصیه دکتر اینا قبول نکردن یا عملی نکردن. بگو یک جان تشکر از اینکه وقت دادین برای ما، با امید از اینکه افغانای ما اینجا بیان به شکل اساسی و درستش عملیاتشون صورت بگیره و از اینجا به خیر و به خوبی صحتمند دوباره به وطن خود برن. جواب ayting. Aytdilar ki berga kelayotgan kasallar inshaalloh yaxshi bo'lib, sizlardan rozi bo'lib ketsin deyaptilar. Albatta, biz qo'limizdan kelgancha maksimal darajada shu jahon standartlariga javob beradigan amaliyotlar
keyin davolar, masalan, dorilarni, hamma tavsiyalarni qo'ldan kelgancha beramiz. چقدر که از دست ما میایم اگر در استاندارد جهانی ما از توان ما برخوردار باشه میکنیم. که میبینین اینجا بخش قلبی ما هستن. اینجا انجیوگرافی میشه در قلب و رگایی که بند میشه استین هم مونده میشه. بریم خیلی داخل میریم صحبت ها را می داشته باشیم. خب اینجا بخش انجیوگرافی است دیگه. بله. خب این مربوط قلب میشه. اینجا مربوط قلب میشه، انجیوگرافی میشه. بله. زمانی که رگای خونی در قلب بند می باشه و خون رسیدگی نمیتونه، قلب سعی زده نمیتونه، استین یا اسپرینگ انداخته اینجا صحتیاب شده میرن. بسیار خوب. خب دکتر صاحب برای ما میگه که اینجا بدون از اینکه اسپرینگ مندازن پیوند قلب هم میشه اینجا؟ برگه یورک هم almashtiriladi deyapti. Yo'q, yurak almashtirish operatsiyasi bu yerda bo'lmaydi. Bu yerda asosan yurak qon tomirlarida muammo bo'lgan insonlarda, ya'ni qon tomirlari yopilib qolgan holatlardagi bemorlarda yuragini o'zini qon bilan ta'minlash uchun qon tomirlar ochib beriladi. Ya'ni har qanday kasalliklar o'tkazish natijasida kelib chiqqan yurak qon tomir muammolarini mana shu yerda bartaraf etish qilinadi. اینجا قلب دیگه نمیشه نظری صاحب. بله. فقط اینجا امور رگایی که بنده است و اون بندش ها باز میشه و استین مونده میشه خلاص. خب بگم اینجا فکر کنم امو چی میگن پای اسپرینگ ها است فکر کنم امو را میشه که ببینیم. اور دکتر ملاده کرسی بلند بله هم میشه. اونا امو چیزایی هست که از طریق رگ انداخته و در قلب ارتباط میگیرن. بسیار خوب. بگو یک دانش بر دوستا اگر شو یک تشریحات بتین که خب یک دانش بگیرین دکتر صاحب. یک دانش بگیرین. خب در مورد از این بگو برای ما معلومات بتین. بونه مازه دیگر. Bu qon tomiriga kirib boradigan kateterimiz hisoblanadi. Bu asosan qon tomirda teshik qismini yopilib qolgan qismidagi narsani olib chiqib keladi. Ya'ni qon tomirimizda ichi bo'sh bo'ladi. Ya'ni ichida yana qon o'tishi mumkin bo'ladi. Bular asosan bu koronagrafiya, ya'ni diagnostika qilinganda o'sha mana shu kateterimizdan foydalanamiz. Kateter guide deb aytiladi. Bu asosan amerikanskiy, ya'ni Bostondagi, Amerikaniki Bostonda ishlab chiqariladi. Bu bilan birinchi navbatda diagnostika qilinadi. O'sha yurakda nechta tromb yo'li, ya'ni qon tomirlari yopilgan bo'lsa, mana bu narsamizdan foydalanamiz. Bu narsamiz stent deb ataladi. Stent, mana shu narsamiz stent hisoblanadi. Bu ham Boston, ya'ni Amerikaniki hisoblanadi. Mana shu stentni qo'yamiz ki bemorlarga nechta qon tomiri yopilgan bo'lsa, o'shanga bitta, ikkita, uchta qon tomirlar, ya'ni tromb hosil bo'lgan bo'lsa, mana shu stentimizni qo'yamiz. Mana bu rasmda ham ko'rsangiz bo'ladi. O'sha qon tomiriga kirib borgandan keyin bu shishiriladi. Ya'ni qon tomir ochiladi. Yanada ko'proq ochiladi. Ko'rish mumkin. شاگردان نظری صاحب میگن زمانی که قلب توسط او انجیوگرافی میشه و پایپ انداخته میشه و میبینن که کدام رگ بند باشه. این وسایلای ما که استفاده میشه کلش امریکایی است. دیگه اینی استنت میگن. این اونجا برده مون رگی که بند است، دمون رگ برده خون میشه که امون رگ واس شوه راحت خون جریان پیدا کنه. و اسپرینگ که انداخته میشه او جداست؟ اسپرینگ که انداخته میشه او جدا است. خب اسپرینگ هم داریم؟
اسپرینگ استن بارمı? آه. Mana shular kiyim دوستا دیگه باش که ببینیم بعضی دوستای ما که میگن با قلبم اسپرینگ انداختیم میرم به دوستان نشان بدیم واقعا که یک چیز جالب خواهد بود. دکتر صاحبا در حال bu diagnostika qilingan ishlatiladigan stent, bu esa haqiqiy stent hisoblanadi. Mana shu. Bu ham Boston, ya'ni Amerikan hisoblanadi. İyi ama Amerika'yı ise بله eni kasa Bu ko'proq qon tomirlar, tromblari yorilgan bo'lganda o'sha narsa qo'yiladi. Buni farqi bu mukammal bo'ladi. این به خاطر رگای خونی که میکفه به خاطر از او است که استن مانده پس بند میشه که رگ خونی باز راحت خون خود را جریان بده. بسیار خوب. یعنی کسایی که مشکل قلب داره دیگه در این بخش انشالله مشکلشان حل انشالله میشه. مشکلات بسیار خوب. و تشکر از شما بگو که این بخش رو معرفی کردین. اگر کدام صحبت دیگه نباشه بریم به بخش بعدی. رحمت زدن که زمان پیار نکنید. بخیر باش. خب میریم به بخش بعدی. دوستان ما رو همراه باشید. خب میریم بخیر به بخش بعدی. نظیر صاحب بخش بعدی ما بخش عملیات خانه بخش ارتوپدی است، بله. بخش عصبی است، بخش جراحی موره گریجه میگیم ما، بخش دست کمر. بله. خب اینجا در بخش ارتوپدی عملیات ها صورت میگیره. البته موره گردن، موره کمر، یگان شکستگی پای، شکستگی پای، پاره شدگی های منسکا، مثلا استخوان میده شدگی ها، هر نوع عملیات که میگین ده اینجا میشه. خب دکتر صاحب روزانه چقدر در این بخش ما عملیات ها رو انجام میدین و کیا از کجا زیادتر میان؟ از کمر مینالن، از گردن یا دست یا Kuniga qancha kasal keladi, qanaqa operatsiyalar bo'ladi bergan? Bu yerda ko'pincha asosan shu travmatologist, ya'ni ustaxon doktorlarda o'sha menisk, ya'ni tizzadagi paylarni uzilishi bilan keyin yana bitta katta amaliyotimiz bo'ldi. Endoprotez, ya'ni o'sha chap chanoq suyagida endoprotez qo'ydik. Bu endoprotez juda katta amaliyot bo'ldi. Bir 4 soatlar, 5 soatlar davom etdi bu operatsiya. Bemor xursand bo'lib, rozi bo'lib, yaxshi bo'lib chiqib ketdi. Ko'proq kasallarimiz qayerdan? Ko'proq kasallarimiz shu hozirgi kunga kelib Afg'oniston fuqarolari hisoblanadi. Bularda asosan hammasidan چی گفتن؟ امو چیزی که من گفتم، مریضایی که اینجا میان معمولا همگیشان نه تقریبا 80%ش افغان ها می باشن، چون به خاطر افغان ها اینجا ساخته شده. دیگه مریضایی که میان اینجا به خاطر امپلانت ها، یک عملیات بسیار کلان ما امپلانت بود که بخش از دیگک زانو وصل شده. دیگه امی عملیات کلانترین عملیات ما بود که چند روز پیش شد و مریض ما در پای خود به جای باشه دوباره در پای خود خسته از اینجا رفت، بسیار خوشحال بود. بسیار خوب. خب کدام بخش دیگه هم است؟ یعنی بخش بار ها؟ Shu meniskdan bo'ldi, menisktomiya bo'ldi. Tizzadagi paylarini uzilishini hisobiga u artroskopimiz, ya'ni zamonaviy usulda, zamonaviy apparaturalarda, jahon standartiga javob beradigan apparaturalarda bu amaliyotimiz ham bo'ldi. U amaliyotimiz ro'za oyida bo'lib o'tdi. چند دانه عملیات ها به خاطر منسکای پاره شدگی پای ما بود. امور عملیات کردیم در استاندارد جهانی. امو چند داخل رمضان بود که مریضای ما خودشان سر پای خودشان پس خانه رفتن. دوباره. خب یک بخش دیگه هم باقی یک بخش دیگه هم باقی. خب دوستان میریم بخش بعدی رو میبینیم.
خب دوستان نازنین آمدیم به بخش بعدی. بیاین بخیر. اینجا کدام بخش هستن؟ اینجا بخش عملیات های خرد ما هستن، مثلا گوش، گلو، بینی، چشم. این عملیات ها اینجا میشه. اینجا کس عملیات هایی که معده‌کاری داره مثلا بسیار نازک است در اینجا صورت میگیره توسط میکروسکوپ. خب یعنی ذرات کوچکی که در وجود باشه اینجا عملیات های از او در اینجا میشه. خب بگو جالب در این عملیات که شما انجام دادین چی بوده؟ برگه شو این یا خمله که برای اپراتسیا بگم مثل قیصر Berda asosan burun bilan muammosi bo'lgan insonlarda hozirda operatsiya qilib kelinyapti shu paytgacha. Juda ko'plab bemorlarimiz sog'aydi. Asosan burun chig'anog'ida muammosi bo'lgan insonlarda, undan tashqari burun qiyshiqligi bilan quloqda kam eshitish yoki quloqdagi shovqinli bemorlarimiz kelib quloqlaridan operatsiya bo'ldi. Asosan ko'zlarda operatsiyalar bo'ldi, ya'ni ko'zning g'ilayligi o'shanaqa operatsiyalar, kichik объемdagi operatsiyalar mana shu yerda bo'lib o'tadi. Asosan bular mikroskop orqali o'tkaziladigan operatsiyalar. اینجا مو مریضایی که توسط میکروسکوپ مو ذرات کوچک داشتن اینجا عملیات شدن. زیادی بینی به خاطر بندش بینی نفس گرفتن نمیتونستن و راحت نبودن و چیز گوش. عملیات های گوش در اینجا صورت گرفته، عملیات های چشم چندین نه. خب به خاطر نورشان، به خاطر شنوایی گوششان عملیات شده اینجا. خب پرده گوش اگر کفیده باشه اینجا عملیات میشه؟ quloqni pardasi yirtiq bo'lsa berga bo'ladimi operatsiya? Albatta operatsiyalar bo'ladi. Mesh. خب چند دوست ما تماس گرفته بودن گفت پرده گوش ما کفیده یا یکی نمیشنویم دیگه انشالله که یک نوید خوش از بر از اونا بخیر بیاین. و دوستان نازنین ما هم همیشه در تلاش ازی هستیم که از طریق از شفاخانه بر شما آگاهی بدیم که تا اینجا سرگردان هم نشین و ای که کدام نوع مریضی ها اینجا تداوی میشه دیگه دکتر صاحبا برای ما مشخص گفتن. اینجا ذرات کوچکی که در بدن می باشه در این بخش عملیات میشن. دیگه امروز هم بگم کدام عملیات داشتین یا داریم؟ Bugungi operatsiya bormi? Albatta bugungi operatsiyalarimiz bor. U hozirda amaliyotga tayyorlanmoqda. Bilasizlar, amaliyot bu oddiy narsa emas. İnsonni hayoti bilan ishlaymiz. U kishini operatsiyaga tashqaridan kelgandan yoki bemor vrachga shikoyat qilib kelgandan birdaniga operatsion stolga emas, balki u bemorni asta-astalik bilan tayyorlab, operatsion holatiga olib kelib, undan keyin amaliyotga olishimiz kerak. بله برای امروز هم مریض داریم به خاطر عملیات اونا میاین فعلا تحت مراقبت هستن باید چکاپ شون. میتونه میشه که یک مریض بیایه و دفعتاً در عملیات خانه درآید. نه خیر او معاینات میشه چک میشه در معاینات ضروری را انجام داده و اگر عملیات ضروری بود عملیات میکنیم. دیگه فعلا مریضایی هست که تحت مراقبت هستن اونا که چکاپشون خلاص شده عملیات میشه. بسیار خوب. خب در آخر برنامه قرار داریم. سپاسگزار هستیم از اینکه تاییدم خودت شعبه ما را معرفی کردی با دکتر صاحبا و بخشا را معرفی کردی. دیگه پیام آخرت برای هموطنان. نظیر صاحب اولا شما بسیار زیاد خوش آمدین به کلینیک ما و کدام پیام خاص ندارم. امید است که مردم ما صحتیاب شوند و از ما راضی شده از شفاخانه برن. بله. و دوستان نازنین اگر شما هم کدام مریض دارین یا خودتان مریض هستین فقط ما یک پل ارتباطی هستیم. دوستان از طریق واتساپ میتونن به ما پیام بانن. من انشاءالله دکتر صاحبا در خدمتشان است و همیشه در خدمتشان خواهد بودن و اینجا ترجمان هم داره در بخش دری پشتو ازبکی. انشاءالله که هر کدامتان بیاین بخیر مشکلتان با دکتر صاحبا حل میشه. تشکر از اینکه تا این دم با ما بودین. تا دیدار دوباره خداوند یار مددگارتان. الله حافظ و نگهدارتان.